آمریکا رو دریافت کردیم ظرف 2 روز گذشته که آمریکا دخالتی در این حمله نداشته و نخواهد داشت. ما از کانال‌های مختلف پیام آمریکا رو دریافت کردیم ظرف 2 روز گذشته که آمریکا دخالتی در این حمله نداشته و نخواهد داشت. همونطور که عرض کردم ما این ادعای آمریکا رو باور نمی‌کنیم. شواهدی داریم که خلاف این رو نشون میده. ولی اگر واقعاً چنین ادعایی رو دارند خوبه که صراحتاً و علناً اعلام بکنن. پیام خصوصی کفایت نمیکنه. لازم هست که دولت آمریکا موضع خودش رو دقیقاً اعلام بکنه و حمله به تأسیسات هسته‌ای رو صراحتاً محکوم بکنه. شواهد زیادی داریم از اینکه چگونه نیروهای آمریکایی به رژیم صهیونیستی کمک کردند. ولی از شواهد ما مهمتر اظهارات رئیس جمهور آمریکاست که در توییت‌های دیروز خودش و مصاحبه‌هایی که انجام داده به صراحت حمایت خودش رو اعلام کرده. به صراحت گفته که بدون تجهیزات آمریکایی امکان این کار وجود نداشت و به صراحت گفته که مراحل بعدی هم وجود داره. بنابراین آمریکا از نظر ما شریک Israel's government has also spread chaos, terror, and suffering throughout the region. Iran's government has also spread chaos, terror, and suffering throughout the region.